كذب الغر البخاري عنوة، أضحى مع الأعداء كالأشباه، فصح قول بعد قول إلهنا ما في صحيح أبي عبيد الله، ما في صحيح أبي عبيد الله. رسول الله چی گفتن؟ به همون کسی که به اجدادش فخر میکنه چی گفتن؟ اغضض بهنه او بهنی ابیک. را گفتن دهانت بگیر، انا همون آلت مردی ذکری، انا همون مردی که پیشاب میکنه که آلت مردی، انا همون دهانت به اینی دادو، اینی پدرت دهانت بگیر. این چی؟ این معناش این است که پست است اینشون، قومگرا، ملتگرا، نجات پرستو، شما ای محلگراها روید فلانی پدرتون به دهانتون گیره. حدیث سه به عباره های لفظ های گوناگون. پس پیامبر چرا این سختی رو گفت؟ برای که تمام تفریقه، تمام خونریزی ناحق، تمام اختلاف ان در اساس یعنی محلگرایی میشه. پیش توحید رو هم، پیش اسلام رو هم، پیش ترقیات رو هم، پیش پیشرفت مسلمان رو هم محلگرایی میگیره. رب العالمین، الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، واشهد ان لا اله الا الله ايمانا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران موحدم، این شب جمعه هست. در این شب جمعه من خواستم یک صحبت کوتاه از موضوع تحلیلی مسائل سیاسی صحبت داشته باشم. تا امروز ما تقریبا 4 یا 5 تحلیل مسائل سیاسی که امروز در بالای بخصوص تاجیک و تاجیکستان واقع می شود صحبت کرده ایم که الحمدلله بسیار برادران و خواهران از این چیز اگرچه 4-5 موضوع است لیکن مسائل بزرگی را از این اختلاف ها برداشتند و این فضل الله سبحانه و تعالی که امروز برای ما موحدین الله انا همچنین درک و فهم و احتیاط از فتنه ها را نصیب کرده. بله، ناگفته نماند که اصل دین شریعت، اصل دین و شریعت اسلام انا همین برحذر داشتن از فتنه هست، خودداری کردن از فتنه است. فتنه بدترین چیز است و فتنه که در قرآن آمده است، خیلی که ابن عباس میگویند الفتنه اشد من القتل، فتنه سخت‌تر از کشتن و این جنگیدن و خون برآوردن است. این کفر است و شرک است و البته خود همین دلالت میکند و سخن ابن عباس هم دلالت میکرد که بعد از این مرتبه دوم، فتنه اول اگر کفر و شرک باشد، مرتبه دوم فتنه خون است و ریزانیدن خون ناحق و کشتن مردم ناحق است. ناحق ریزانیدن خون خیلی وزمین است. انکنون بارک الله فیکم، امروز برادر به من یک قطعه از صحبت را ارسال کردند، که این صحبت ملتگرایی، محلگرایی یا قومگرایی هست. البته ما این رو ملتگرایی نه، محلگرایی میگوییم و این باز از همین بنام مخالفان تاجیک به وقوع پیوسته است. ما باید در این مسائل اعتقاد اسلامی خودمان را، تعلیمات قرآن و سنت را بیان بکنیم و بیان بکنیم که عاقبت این محلگرایی، عاقبت این قومگرایی که امروز هم حکومت دارد، حکومت تاجیکستان منتشر می کند،
و از این والله اعلم کدام فایده میگیرد و هم اینچنین مخالف ها این چیز رو در بینش خیلی رواج داده است. مخالف ها گفته من کی را در نظر دارم؟ همون مخالفان حکومت مخالف ها گفته است، در بینش خیلی رواج داده است. بارک الله فیکم. و اینها هم از این چیز شاید یکون فایده بگیرند، دارند رواج میدن. و نگفته نماند که ما اهل السنت والجماعه، شما مردم عادی مسلمان تاجیک اهل سنت و الجماعت هستید. تعلیماتی که ما همچون طالب علمان اهل سنت و الجماعت به شما مردم مسلمان تاجیکستان از قرآن و سنت میرسانیم و به سوی ان همین تعلیمات، مدنیت، فرهنگ، آداب و اخلاق دعوت میکنیم. این بیزاری جستن از ملتگرایی، از عنصریت، از محلگرایی، از قومگرایی و از کوچه‌گرایی است. شما باید از این چیزها بیزاری جویید، از این چیزها باید براءت خود را اعلام بکنید، از این چیزها باید دور باشید. اولا همین عباره ملتگرایی، قومگرایی چی است؟ من میبینم بعضی ها معنای قومگرایی رو به زبان انگلیسی میخوان خودشون مشهور بکنن. ریسیزم گفته از عباره های کفار دارن ترجیح و شرح میتن. بعضی دیگرش در مقالهاش از گوگل و این آن. لیکن این عباره رو بهترین بیان کننده، واضحترین بیان کننده رسول الله صلی الله علیه و سلم در سخنشون بیان کردند که این عصبیت است. یعنی یک قسم از انسان ها خودشون را از قسم دیگر بالا دانستن است، قسم دیگری را پس زدن و خود را بالا دانستن است. یا که یک قسم از انسان ها همچنین اعتقاد بکنند که فلان قوم درجهش از همه بالا است. یعنی اگر مختصر بگوییم قومگرایی، ملتگرایی، عنصریت، عصبیت این است که بارک الله فیکم مردم را برنگ و پوست تو سیاه است، پوست من سفید است، جدا بکنی. گویا کسی که پوستش سیاه است پستر از پوست سفید باشد. چگونه ای که قریشی ها در زمان خود میکردند و چگونه ای که امروز هم این بگویم ملتگرایی، نجات پرستی وجود دارد. یا آریایی ها در فارس، ملتگرایی هایی که خودشون را آریایی میگویند، میگن فارس ها آریایی است، از دیگر همه عالم بوده انسان ها بالا است. حتی به درجه کفر اکبر رسیدن. همون ملتگرایی، همون نجاتگرایی، اینجا نجاتگرایی شد، نجاتگراییشون به درجه رسید که دعوتی توحیدی محمد رسول الله را، اسلام را قبول نکردن. گفتن ما آریایی هستیم، ما کسی دیگری را گفتن قبول نمیکنیم. این طاغوت پرستی شد. و این چنین مردمی هستند که میگویند که ما مثلا از درون، مثلا اگر فارس ها رو بگیریم، از درون فارس یک عده خودشون رو فارسی تازه میگیرن، دیگرها رو پست میگیرن. این یک نجات پرستی و ملت پرستی. و جای دیگر فارس ها خودشون رو از دیگرها و عرب ها از دیگرها بلند بگیرن، نجات پرست، ملت پرستی است. و اگر بیایم به درون تاجیکستان، تاجیک ها خودش رو بالاتر از دیگر ملت ها داند. هر کسی که تاجیک رو بالاتر از دیگر ملت ها میداند و دیگر ملت ها رو پست میداند، ازبک و مثلا دیگر قرغیز و قزاق و من نمیدونم ترکمن و در گرد اطرافش بوده مردم را به خاطر ملتش زیر پا میداند. اینا ناآدم و ناکس میگوید، پست میشمارد. انا همین است ملتگرایی. و در درون ملتگرایی قومگرایی است. قومگرایی یا بگوییم اعوذ بالله یعنی محلگرایی در خود درون تاجیکا، در خود درون تاجیکا اینا ملتگرایی کردند. انکون به قومگرایی. امروز خیلی در بین حکومتداران تاجیکستان و خیلی هم در بین مخالفانی که به نام مخالف هستند
در اروپا مقیم هستند، انا همین بگوییم سبحان الله ملتگرایی نباشد هم، اما محلگرایی، قومگرایی دیده میشه. من سخنی رو به من ارسال کردن، حالا دیدم که یافته نتوانستم. سخن یکی از مشرکین رو به من ارسال کردن که میگوید کولابی ها میگد زنهای خوجندی رو میروند و فلان میکنند، یعنی تجاوز زنا میکنند، تجاوز میکنند. شوهری همون زن خوجندی برآمده میگفت است که ینگت چخل بود میگفت است. یعنی معنای سخن چی است؟ یعنی خوجندی ها، این سوغدی ها، سوغدی ها اینقدر انسان های پست بودند که گویا در درون تاجیکستان، یعنی از همه آدم های دیوس، آدم های پست، از نظر این مشرک محمد اقبال صدرالدین، محمد اقبال صدرالدین مشرک میگم، از نظر این مشرک محمد اقبال صدرالدین عنصری، یک سبحان الله قومگرا، محلگرا، همین چنین بود است که این مردم سوغد گویا همچنین دیوس بودن که کلابی ها رفته مردم سوغدی را، زنش اگر فلان کنند و تجاوز کنند و زنا کنند، این شوهر زن همون مرد سوغدی به کلابی میگفت است که ینگه چخیل بود است، یعنی زنی من به تو معقول شد، زنی من به بها بده، زنی من چند بهاش میگفت است. ای مرد، ای مرد، ای انسان ها، این چی گپ است؟ ای بنام مخالفا صدقه مخالف باشید، الله خور و ذلیلتون از این هم زیادتر بکند، الله شرمنده شرمسارتون بکند. خوبسا چهره حقیقی شما انمین است، انمین است چهره واقعی شما. ما کیها گفته بودیم که شما پستر از حکومت انمین امروز هستید. حکومت امروزه یک حکومت کفری، شرکی، خبیثی، مرضی، لیواتی، عنصری، قومگرای، محلگرا باشد، شما از اینو پستر است. حالا بسری قدرت نآمده، حالا هیچ چیزی قدرت نداری، یک فیش هستی، یک زنی لب جویی که مثل فوشه بلبال بر این چق چق میکنی. اگر در این روزی بی قدرتی، بی قوتی، اگر مردم یک ولایت بزرگی که بله من نمیگویم که سوغد از همه بهتر هستند، نه، در این سوغد چقدر طالب علم هستند، چقدر هزارها مسلمان هستند. ای خبیث و نجس، نخود اینقدر بالعموم یک منطقه را به یک دیوسی نام دهی؟ به خاطر چی؟ به خاطر دفاعی محل خودش در وسط است. این خبیث خودش در وسط است، کلابی ها را از یک طرف پس میزند، از یک طرف سوغدی ها را پس میزند، اما خودش را شرفمندترین قومی تاجیک میگوید. در تاجیکستان قومی شرفمندترین کدام بود است؟ منطقه محمد اقبال مشرک. و کدام اوله بهتر؟ انا من اوله همین بهتر بود است. از یک طرف خودش کلابی را میزند، از یک طرف خودش با سوغدی را میزند. انا همین ما میگیم که خباثت است، انا همین عمل میگیم که ما جاهلیت است و ما ضد انا همچنین عمل هستیم. برای چی؟ به ما این چیزا کی امر کرد؟ الله ما رب العالمین، رب السماوات والارضین، از بالای 7 آسمان، از بالای عرش همین امر کرد که نکن این کار، این کار نکن، این کار حرام است. انسان است، همه انسانی که مسلمان است نخود بالعموم این سخن گفته شود، نخود بالعموم یک منطقه را این چنین بکنه. تحلیل ما چی است؟ حالا به تحلیل آمدیم. انا اینجا نقطه تحلیل ماست. تحلیل ما همین است که ما از این جاهلان باید عبرت بگیریم، از این بددهان ها باید عبرت بگیریم. ما مسلمان ها منهجمون باید در اساس قرآن و سنت باشد، آدابمون در اساس قرآن و سنت، نباید هر چیزی را از پیش خودت بگویی، بلکه با آداب، با اخلاق، با فرهنگ هر سخنی که میگویی باید سنجیده بگویی، وگرنه شرمنده، شرمسار همه این ملت برویت توف میکند، همه این مردم مسلمان برویت توف میکند. بمانند همین ایسا. از همین جهت ما میگیم که
چرا در این نقطه تحلیل کردن ما ضرور است. اگر شما گفت که چرا تو در این موضوع داخل شدی، تو چی کار داری؟ دو مشرک به مشرک دیگر دارد زد و خورد میکنن، مشرکین به مشرکین کشاکشی میکنن، که خاموش باش، به تو چی ربط دارد؟ ربط همین است که انا همین مشرکین رو، انا همین خوبسا رو، به فرهنگ و به مدنیت رو، بد اخلاقی محلگرا رو مردم به نام ملا میشناسن. مردم اینها را پیشوای مسلمان ها میدان. اینجا ما میخوایم تحلیل کنیم و به مردم خبر دهیم که انا همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر دو ملا یا طالب علمی که از نام اینها گپ میزند، اینها ملا نیست. اینها از نام اسلام گپ زدن به حق ندارد. اینها مسلمان نیست. ملای طالب علمی یک طرف است، مسلمان نیست. اینها از نظر آداب و اخلاق اسلامی ندارد. از نظر جاهلیت تا به حال جاهلیت قریش مشرکه که محلگرای ملتگرایش حالی ترک نکرده است. از نظر عقیده مخالف اصول دین اهل سنت و الجماعت در مسئله حکم، در مسئله اعتقاد، در مسئله این است. از جانب الولا و البرا که اصول دین است ندارد. رافضه برادرش است. اینا رافضه که همکاری میکند، رافضه را ملا میگد، رافضه در آغوش بغل اینها است. پیمان ملیشون در درونش رافضه، سیدونیسی سرافشانی رافضه وجود دارد. اینها نه لا اله الا الله میفهمند، نه عمل میکنند، نه براءت دارند، نه کفر بالطاغوت دارند. با اینها در بین مردم همچون پیشوایان مسلمان شناخته شدند. نه، اینها پیشوایان مسلمان هم نیستند. اینها پیشبرنده اسلام هم نیستند. دفاع کننده اسلام هم نیستند. برعکس نابود کننده اسلام، دشمنان اشدی اسلام و مسلمین هستند. نام اسلام اینها سیاه میکنند. ما برای همین میگم که ای مخالفایی که خودتون به اسلام نسبت میتید، خودتون داننده اسلام، از نام اسلام دروغ و بر دروغ گپ نزنید. اگر خودتون که سیاه شدید، حزبتون سیاه شد که به ما پروای، ما که پروا نداره، نه به حزب شرکی و کفری تو، اما نام اسلام رو اینها سیاه میکنن. به محلگراییش هم نام اسلام رو سیاه میکنن، به طعنه زدنش هم نام اسلام رو سیاه میکنن، به یهودی هم کاری کردنش هم نام اسلام میکنن، غزه ترک کردنش هم نام اسلام سیاه میکنن، و به دوستی کردن به همون کسانی که الله و رسولش دشنام دادگی نام اسلام سیاه میکنن، فتواهای دروغ از نام اسلام میکنن، و بر رافضه یک جان شدنش نام اسلام سیاه میکنن، و به کفر و شرکی که شب و روز کرده است نام اسلام سیاه میکنن، بد اخلاقیش که نام اسلام سیاه میکنن. اینها از اسلام فرسخها دور هستند و اسلام از اینها بری و پاک است. اینها چرا نام اسلام استفاده میبرند؟ برای آن که میخواهند که از نام پاک اسلام استفاده برده خواستی درونی، غریزی، خبیثی، حزبی خود پیش برند. اسلام بازیچه کردن اینها. اسلام بازیچه انا همون شکم و حرام خود کرد. این مخالفان همین است. بوی از اسلام نداره. اسلام استفاده میبرند. وقتی که به اینها رد زدی، جواب گفتی، اینها به تو میگه که تو به ما کار ندار، تو متشدد، یا تو از فلان جماعت هستی. یعنی یک بار به تهدید میگذارد. ما مسلمان ها حق نداشتیم که دین خودمون اسلام را دفاع کنیم از این پلیدها، از این مرضها، از این کثافت زده ها و از این ناپاک ها و خوبسا که نه دهانش و نه دیگر جاش هیچ جاش پاک نیست، نه اعتقادش. این تنگ نظرها، اینها مخالفت، نه فقط اینها مخالفی، نه فقط اینها یک محلگرا بگوییم، نه فقط اینها مخالفت، یعنی ببینید مردم سوق بالعموم مسلمان و غیر مسلمانش دیوس گفتن و زنش به کلوب میدیت گفتن، اینها دشمن اسلام، اینها به این رفتارهاش دشمن تمام ملت تاجیک است. پناه به الله از اینها، از این جاهلیت ها. لیکن این رحمت الله است که این خبیث ها را الله سبحانه و تعالی روز به روز نشان داده است. ما نظر کردیم از این فرستاده های برادرها و خودمون هم در اومدیم از این قصه با خبر شدیم. از یک طرف قسم مقاله می نویسد، گروه یک طرف
مقاله می نویسد نام ملا را میگیرد، نام سله را میگیرد، نام دین را میگیرد، حقارت و دشنام میکند. از این محلگراها عیب خودش را به قرآن و سنت با پوشانیده نمیشه. در بین این دو مخالفین، یعنی مخالفا قسم های گوناگون دارند، مخالفای حکومت، در بین اینها دین اسلام بازیچه است، مسلمان ها بازیچه است. ما باید بیزاری خود را از همه این مشرکین و طاغوت پرستا اعلام بکنیم، هم از مشرک حکومتش و طاغوت پرست و جانب پرست اونها، و هم از این خبثای بی ادب بی اخلاق مشرک طاغوت پرستای مخالف حزبی ها. از هر دوی، هم دوی انا همین، هم حکومت و هم مخالفا، از اینها آداب دیده نمیشه. فرهنگ اینها دشنام شده است. فرهنگ اینها اوچه و بابه و اجداد حقارت کردن شده است. اینها نترسیده در گروه هایی که 100,000 و 200,000 دیدنش ممکن است، 5 و 10,000 در همین عین حال دارد مثلا مشاهده میکند، به یگان پروای دشنام و حقارت میکند. ویدیوها را اینها دارند، انا همین حزب به نام حزب نهضت، پیروانش، اقبال و غیره، ویدیوها را دارند منتشر میکنند که مردها در دشت سبزی گرفته شده، 3-4 سبزی را برای چی؟ اینا میدونند و همه مردم میدونند که سبزی را چی به کدام معنا دارد سبزی منتشر میکنند. انا همینها قل و اصل و این و آن، سخنهایشان فقط حقارت و دشنام و طعنه و بالاخره ملتگرای قومگرایی. این چی فرهنگ است؟ این چی مدنیت است؟ این چی آداب است؟ این چی اخلاق است؟ این چی جوانمردی و این چی آداب تاجیکی است؟ شما که از اسلام خبر ندارین، لااقل آداب و فرهنگ مگر همین است؟ از الله ترسید ای مخالفا، آدابتون را نگه دارید. از جانب دیگر کسایی که قسم دیگری مخالفایی که به این مخالفا رد میزند، میبینی که والعیاذ بالله طعنه و دشنام و حقارت در مقاله به هیچ جای راست نمیآید. این دلالت میکند که مردم ما اگر این ضیایی پیشوا، من نمیدونم همه کلانش، ملایش، رئیس حزبش و پیشواش اگر همین باشد، این ملت در حالت پراکندگی، انزوای اخلاقی و انزوای فرهنگ و مدنیت است. وای بر حال شما شرمنده ها، وای بر حال شما شرمنده ها که شما را میبینید از یک طرف میخندید که این حالت شما همین است، مرگ بر شما. از یک طرف انسان به غضب میاد که این حالت ملت مسلمان، این ملت تاجیک به کدام سطح رسیده است. از یک طرف میبینی همیشه قسم به زن فلان و این و آن میتد. اعوذ بالله. پس ما باید مسلمان های اهل سنت، وقتی که این دو بداخلاق ها رو دیدیم، وقتی که از جانب حکومت بداخلاق یا مخالفای بداخلاقیش به همدیگریش به مخالفت دیدیم، ما باید از این بی ادبان ادب آموزیم. ادب رو از کی آموزیم؟ از همین بی ادب ها. وقتی که می نگری از صحبت او، از لحن او، از بشره خونیک او، از محلگرایی و قومگرایی او طعنه مردم میبینی، تو باید از این چیزها دور شوی. تو موحد هستی، تو مسلمان هستی، تو درجه بالا است، تو فرهنگ و مدنیت قرآن و سنت داری، تو آداب و اخلاق شریعت داری، تو به این کارهای بد دست نزن، تو از این بی ادبان نباش و خودت رو از این جمله بی ادبان دور گیر. باید بر حال اینها بگو، شرم بدار، از اینها همنشینی کرده از این خوبسا خودداری کن. وای بر حال همون انسان‌هایی که به همین پست ها، به همین ناکس ها، به همین بی مدنیت و بی فرهنگ ها و بالاخره محل باز و قومگراها میشیند، دوستی میکند، یک پیاله چای میگیرد. وای بر حال این پست ها. نشسته به همین ها پست است، نشستن به اینها پست است. الحمدلله که الله ما را از جمله انسان‌های قرار داده است که پیروی به قرآن و سنت فهمی سلف میکنند. آداب و اخلاق فرهنگی یک انسانیت داره. الحمدلله. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید، در سوره اسراء آیه 72 نظر بکنید،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ما بنی آدم را مکرم قرار داد. الله به همین یک آیت قسم اولش، همین قسم اولش ولقد کرمنا بنی آدم، تمام اصول، افکار، نظریه های عنصری، هم ملیگرایی، نجات پرستی، قوم پرستی و یک محل بازی و کوچه بازی رو به 4 کلمه بیخی ریشه اینها را نابود کرد. قرآن نمین است. ولقد یک، کرمنا دو، بنی 3 آدم 4 کلمه و در درونش یک حرف یکی و هست، به یک حرف 4 کلمه. و به تحقیق مکرم قرار دادیم ما فرزندان آدم را. فرزند آدم، آدم علیه السلام فرزندش کی است؟ همه انسانیت است. انسانیت را جدا نکنید. کجا رسد حالی ملیگرایی، محلگرایی؟ انسانیت را سیاه سفید نکن، روس و انگلیس و فارس نکن، ازبک و تاجیک و قزاق و قرغیز نکن. انمین است یک نمود طاغوت و طاغوت پرستی که الله در درون لا اله الا الله انکار کرد. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که کفر ورزد به طاغوت و یؤمن بالله، ایمان آورد به الله، به تحقیق فقد استمسک بالعروة الوثقی، بلا اله الا الله. چند است. نظر کن به همه علمای اهل سنت، به همه علمای اهل اسلام موحدین که چی میگن؟ ملیگرایی، نجات پرستی، قوم و محله و انمون دیه گرایی، محلگرایی، قومگرایی، این چی است؟ انمین یک نمود طاغوت ذهنی است. این یک نمود طاغوت است که ما در درس‌ها چندین مراتب گفتیم. ما وقتی که کفر به طاغوت میگوییم، این خبثای این مشرکین میلرزند که معنای طاغوت اینها منحصر در یک چیز میدانند. طاغوت خیلی زیاد است. انمین یک نمود طاغوت، انا همین طاغوت ذهنی، محلگرایی، انا همین رسیزم است، انا همین نجاتگرایی و انا همین ملتگرایی و قومگرایی است. هر کسی که خودش مسلمان گوید، موحد گوید، لیکن ملت خودش را از دیگر ملت ها بالا داند، این حالی کفر نورزیده است به طاغوت، حالی اسلام به چنگ نزده است. ملتت از دیگر ملت ها بالا ندان. الله در قرآن گفت ولقد کرمنا بنی آدم، همه فرزند آدم را الله مکرم کرد. حتی ببین قریش انمین جاهلیتی، قومگرایی، ملیگرایی را داشتن، نجاتگرایی را. قریشان نجات خود از ابراهیم گفته، بهتر گفتن بلال را سیاپوست، پس حتی به بلال گپ زدن حق نداد. اسلام آمد در مدت یک وقتی کم که بلال رضی الله عنه 4-5 آیت قرآن خوند، دعوت پیامبر فهمید که لا اله الا الله محمد رسول الله، همه فرزند آدم یک است، در نزد آدم بهترین و بدترین در اساس ایمان و کفر شرک به خود داده می شود. ایمان آورد. در مدت یک روز همون کسی که غلام بود، همون کسی که صحبت نمی کرد، همون کسی که خودش هم اقرار میکرد که من سیاه، من پس، من غلام، من باید ساکت باشم، گفتنی اعتقاد داشت، به سبب قرآن سرش برداشت. من گفت انسان هستم، سیاه هستم، لیکن برابری سفید هستم. و دیگر اطاعت به انا همون عتبه که رئیسش بود والله علم، به او دیگر اطاعت نکرد، به دین او اطاعت نکرد. احد الاحد میگفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم از درون هزارها سفید پوست بلال را گفتند که صدای قدم بلال را در جنت شنیدم و به همین سخنشان رسول الله نجات پرستی را به زیرش بریشش انکار کردند و ضربه بریشش زدند. غلام آمد از اهل جنت شد، اما امیر انا همون قوم، رؤسا و سردارهایی که خود را به درجه پادشاهی می بردند، عتبه، شیبه و یا ابو جهل، ابو عمرو بود، تکفیر کردند و جهنمی گفتند. پیامبر امامی عادلان، امامی
کفر ورزیدگان به طاغوت بودند، به طاغوت کفر ورزیده، امام عمل کنندگان به قرآن و سنت. و از همه مدنیت دار با فرهنگ ترین که 1400 سال پیش این کفر و این شرکی عنصریت عصبیت انکار کرده. اما امروز این حزبی که نامش حزب نهضت اسلامی میگه به همین نجات پرستی مشغول است. من کیها گفته بودم 10 سال پیش، من به برادران در همین خود سوخت در مجلس حزبی ها گفته بودم که اینها به همین بعض کل ورم های مشرکینش گفته بودم که حزبی هایی که از جنوب هستند، این رافضه های خوبسا، اینها محلگرا هستند. اگر محلگرا نباشند چرا در همون ریاست های بالاش، در قسم های بزرگ کلانش، در قسم های اساسی از طرف سوخت آدم ندارند؟ تا به حاضر اینها انمین موحدین کبیری تا به حاضر به خودش انمین سوختی ها را نزدیک کرده نمیموند. برای چی؟ عیناً منهجی همون امام علی رحمانوف، عیناً منهجی حکومت هم از سوختی ها میترسند و این خوبسا را هم از سوختی ها میترسند. نه فقط میترسند، ما بالاخره از زبان محمد اقبال فهمیدیم که اینها سوختی ها رو یک دیوسی ناچیزی ناآدم میدانستند. این خوبسای بی مدنیت، نه مدنیت، نه فرهنگ، نه آداب و اخلاق این منطقه رو ناموختند. علمای این منطقه رو ناموختند. آداب و اخلاق مسلمانی که معامله نکرد. اما ما موحدین میگوییم که ولقد کرمنا بنی آدم. الله به تحقیق بنی آدم، فرزند آدم رو مکرم کرد. می شود که در سوخت دیوس خبیث مشرکی دشمن الله و رسول باشد که هست، و می شود که در کولاب باشد که هست، و می شود که در هر یک منطقه تاجیکستان باشد که یک آدم دشمن الله به نماز کافر مشرک هست و نیست. در هر یک منطقه است. منطقه بازی نکنید، ملیگرایی را ایجاد نکنید. از دست شما گوه نمی آید. به گفت خود تاجیکا بی ادبی کرده بودیم، از دستتون هیچ چیز نمی آید. یک منفعت به این ملت مسلمان تاجیک داده نمی توانید. لااقل ضرری ملیگرایی را منتشر نکنید. سرطان ملیگرایی یا بگیم سرطان قومگرایی را ایجاد نکنید. بین شمال جنوب جنگ ایجاد کرده بودید، دیگر ایجاد نکنید. خواه بین کفار باشد، خواه بین مشرکین شما شود. ما همیشه میگیم که اگرچه این دعواها بین کفار و مشرکین است، مسلمان ها از این چیز بیزار هستند، ولی ضررش باز به همون خانواده مسلمان بیچاره میرسد. اینها اولی جنگ را چگونه شروع میکنند؟ باز به همون قومگرایی، باز به همون محلگرایی. اولی جنگ جاهلیت ها از همین چیز شروع میشه. وقتی که 2 سال و 3 سال و 4 سال دوام کرد، جنگ که به وجود آمد، کشاکشی و خونریزی که به وجود آمد، هر منطقه برای قوه را جلب کردن، مردم را جلب کردن یگان چیز استفاده میبرند و این خوبسا شاید هر دو طرف نام اسلام استفاده برند. اینش هم یک مردمی محلگرا هست، حکومتش هم، و این مخالفش هم محلگرا است. برای مردم به دست آوردن اسلام استفاده میکنه. اونم به خودش علمای طاغوت دارد، اینم به خودش 4-5 بی ادبی بی اخلاق دارد. اینها میخزند و ای مردم مسلمان بیایید ما اینا آنیم. لیکن ای مسلمان ها، اگر شما از قرآن و سنت با خبر باشید، اگر شما سخنهای ما طالب علمان اهل سنت رو گوش کنید، بازیچه اینها نشوید، خونریزه که دو طرف نشوید. خون شما مثل دریاها، جویها، جویبارها میریزد. از بازیهای پلید محلگراها بیزاری کنید، دور شوید. همون سالهایی که جنگ شد، سالهایی که 92-93 را جنوبی ها با شما خوبتر میدانید، مسلمان های بیچارش خوب زیادتر از آب کشیده، هزارها نفر از خانواده های شما وفات کرد. اصل این جنگ محلگرایی بود، لیکن عاقبتش آمد چی شد؟ دعوای قسم مسلمانی کرد، قسم دنیوی کرد. قسم مسلمان، قسم دنیوی زدن سردارها، فرزندهاش، معیشت از دو طرف، لیکن مردم بیچاره مرد. بسیار انسان خودش به خاطر اسلام، اهل خانوادهش به خاطر اسلام نابود کرد. اما انشاءالله عقیده درستش به خاطر اسلام شهید است. اما بالاخره آمدن 30 به 70 رفت، 30 به 70 رفت. برای همین ما به شما میگیم که مردم احتیاط باشید، از این بازی های محلگرای احتیاط باشید.
عاقبتش نوآرامی، نوتنگی، مردنی، هلاک شدنی خونی مسلمان بریختن است. به منفعت اسلام نه، به منفعت مسلمان هم نه، به منفعت چور احمق بی ادب، چور الکگولیک. بارک الله فینی، بارک الله فیکم. از همین جد اسلام حکمش معلوم است، همه مردم مکرم هستند و بهترین مردم در نزد انسان کی است؟ آیا الله به صورت تو نظر میکند؟ آیا الله به پوست تو نظر میکند؟ آیا الله به نسب تو نظر میکند؟ به قوم تو نظر میکند؟ نه، به ایمان تو نظر میکند. الله گفت که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. ای مردم، الله به صورتهای شما نظر نمی کند، به جسمهای شما نظر نمی کند، به محله و قوم شما نظر نمی کند، به ملت شما هم نظر نمی کند، بلکه نظر به قلبهای شما و به عملهای شما می کند. پیامبر گفتند که اگر قلب، همون گوشت پاره در قلب که است، صالح شود، موحد شود، ایمان آورده شد، جسم هم ایمان میارد. ایمان بیار، بد صورت ترین انسان باشی، تو از درون جوگی ها باشی، از درون انگلیس و روس و من نمیدونم کسی نباشی، بدترین مردم باشی، از درون هندو و سیخ باشی، دشمن سرسختترین اسلام باشی، ایمان آوردی، اسلام فهمیدی، به سوی توحید آمدی، توبه کردی، قبول است، الله تو را قبول میکنه. وحشی سیاپوسته که حمزه امک رسول الله کشته بود، توبه کرد، الله آیت نازل کرد، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله همه گناه میبخشد، توبه کن بیا، توبه کن بیا. اما ببین که عنصر بازی نه، ملت گرایی نه، نجات پرستی نه، محل بازی نه. ای موحدین، این کسلی، این مریضی را شما ترک کنید. اگر در بینتون باشد ترک کنید. این طاغوت پرستی است، این نبودن ایمان به الله رسول است، این شرمندگی در این دنیا و آخرت است. رسول الله چی گفتند؟ به همون کسی که به اجدادش فخر میکنه چی گفتند؟ اغضض بهنه او بهنی ابیک. را گفتند دهانت بگیر، انا همون آلت مردی ذکری، انا همون مردی که پیشاب میکنه که آلت مردی، انا همون دهانت به اینی دادون، اینی پدرت دهانت بگیر. این چی؟ این معنیش این است که پست هستین شما، قومگرا، ملتگرا، نجات پرستو، شما ای محلگراها روید فلانی پدرتون به دهانتون گیرید. حدیث صحیح به عباره های لفظ های گوناگون آمده است. پس پیامبر چرا این سختی رو گرفت؟ برای که تمام تفریقه، تمام خونریزی ناحق، تمام اختلاف ان در اساس یعنی محلگرایی میشه. پیش توحید رو هم، پیش اسلام رو هم، پیش ترقیات رو هم، پیش پیشرفت مسلمان رو هم محلگرایی میگیرد. مسلمان ها، ای موحدین، بیایید از امروز عبارت، وقتی که این مشرکین محل بازها را دیدیم، بار دیگر ما نه فقط جنوب شمال تاجیکستان بلکه مسلمانان تاجیکستان و افغانستان، ایران اعلان بکنیم که ما فقط موحد است، ما فقط مسلمان مؤمن هستیم. همون نام الله گذاشته برای ما است، مسلمان، مؤمن، موحد. دیگر چیزی را ما قبول نداریم. بله ما همه فارس هستیم، ما به این قومگرایی توف میکنیم و به قومگراها هم توف میکنیم. بس کنید من تاجیکستانی و افغانی و تاجیکستانی افضل از این چیزها را بس کنید. به ملیگرایی کفر ورزید، به قوم و نجاتگرایی کفر ورزید، به محلگرایی کفر ورزید. این مرزهای اعتقادی کفار ساخته را، شیطان ساخته را ما باید بشکنیم. ما باید دست جمع و یگانه در لا اله الا الله محمد رسول الله باشیم. و به خصوص مردم تاجیک بدخشی گفتن و کولابی گفتن و قرغنی گفتن و جنوبی و شمالی گفتن و یا که طعنه زدن به این و آن را ترک بکنید. امروز چقدر مردمی بهترین است در از قرغن بگوییم، چقدر مردمی بهترین است در کولاب، چقدر مردمی بهترین است در جنوب بدخشان هم که اینجا یا میگم اینه از
ونجوی از غلام و این طرف ها. و چقدر مردم بهترین در سوق است. کسانی که مسلمان هستند، کسانی که به نماز هستند، به ایمان و به اخلاق هستند، کسانی که به خاطر خانواده خود، به خاطر زن فرزند خود، به خاطر ناموس خود جان میدهند، در همه منطقه تاجیکستان است. تاجیکستان را پاره نکنید. تاجیکستان سرزمین مسلمان ها بود. این مسلمان ها یک هستند. این مسلمان سوغدی باشد، کولابی باشد یا از طرف بدخش و از قرغان باشد، همه مسلمان است. و در این تاجیکستان دو بد است، دو دشمن است، دو خونخور و خونریزا است، انا من حکومت و انا من مخالف. و به هر دوی اینها البته که ما بیزاری خود توف خود میریزیم و از بد اخلاقی اینها آداب میآموزیم. باید آداب بیاموزیم. الله سبحانه و تعالی میگه، یک آیت دیگر میخونم بر ضد محل بازها: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. سوره حجرات 13 ریشه محل بازها را نابود میکنه، نجات پرستا را نابود میکنه. میگه ای مردم، الله نگفته ای اونهایی که ایمان آورده، این به همه مردم است. ای مردم، ما شما را خلق کردیم از زنها و مردها، دیگر کس نیست، زن و مرد، و شما را شعوب و قبایل خلق کردیم. شعوب ها و قبیله ها خلق کردیم، نجات ها و قبیله ها خلق کردیم. به خاطر چی؟ تو که به همدیگر شناس شوید، همدیگر را پس نزنید. به خاطر پس زدن همدیگر رو یکی از همه بالا گفتن نه، به خاطر اینکه به همدیگر چی کنید؟ دوستی کنید، نزدیک شوید. بهترین شما در بین من خود شما، بهترین شما کی است؟ اکرمکم، مکرمترین و بهترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. اصل پرهیزگاری در توحید است. موحد، پرهیزگارترین شما این موحد و پرهیزگارترین شماست. و بدانید که الله داننده و خبیر است. اختلاف در طبیعت جنسی بشری، نمود، شکل، این چیزها هیچ به بهتر بودن ربطی ندارد. قوم و سوغدی بودن و جنوبی و شمالی بودن هیچ به بهتر بودن ربطی ندارد. بهترین شما در کجای نباشید، کدام ملت نباشید، این تقوادرترین شماست. پس بارک الله فیکم. در این مسئله حدیث ها خیلی زیاد است و در این مسئله آیت ها باز خیلی زیاد است، لیکن انا همین کافی است که بگویم که انا همین چیزها سبب شده است که امروزه مخالفا پراکنده هست، امروزه مخالفا شکست و از دستشون هیچ چیز نمیاد. سبب چی؟ سبب توحید نیست. سبب چی؟ سبب کفر بالطاغوت نیست. سبب این شکست چی؟ سبب این که جمع آمد اینها در اساس لا اله الا الله نیست، در اساس اسلام نیست، در اساس قرآن نیست، در اساس سنت نیست. جمع شوی این مخالفا در اساس آداب و اخلاق و مدنیت و فرهنگ پاک اسلامی نیست. جمع شوی اینها در اساس پلیدی، کفر و شرک، در اساس بی مدنیتی و بی اخلاقی، عاقبت اینها نام مخالف است، هیچ چیز مخالفتی نداره. از همین دشمنان الله، از همون بی اخلاق ها، از همین حکومت هیچ فرقی نداره. الله ما را نجات بده. اللهم اضرب الظالمین بالظالمین و نجنا منهم سالمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه. اللهم اخزاهم یا غفور یا رحیم. دشمنانت را، اونها را خوار و ذلیل بکن. هر کسا که به شریعت تو بازی میکنن چهره های واقعی اونها را باز دیگر واضح کن. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک.